صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ را از موضوع باختر و سوخت گهواره نخست دولت تاجیکان ادامه می‌دهیم. چنان که دیدیم واقعیت تاریخی نیز گفته‌های کتیسی را درباره قدرت و اعتبار کشور باختر و کوشش‌های والیان آن برای به دست آوردن تاج و تخت هخامنشیان تا جای تصدیق می‌کند. موافق اخبار کتیسی در دربار شاهان سلاله هخامنشیان، اشرافزاده‌های باختری نفوذ بلند و اعتبار خاصه داشتند. کتیسی نام اردشیر باختری را ذکر می‌کند که در دربار خشیارشاه دو وظیفه آذربد یعنی چشم شاه را ادا می‌کرده است. اردشیر زاده باختر بوده. در سرچشمه‌های تاریخی چون پدر آرانت والی ارمنستان، زنش راغونه نام دختر شاه خشیارشاه دو بود یاد شده است. همین طریق میتوان گفت که نفوذ و اعتبار اشرافان باختری در دربار هخامنشیان خیلی زیاد بوده است و آنها چون مصلحتچیان و مشورتچیان با اعتماد در کلی کارهای دولتداری شرکت می‌ورزیدند. شاید همین قرابت باختریان با تاج و تخت شاهنشاهان هخامنشی باعث شده باشد که بارها کوشیدند نماینده یا والیان صاحب نفوذ خود را برای به دست آوردن پادشاهی این امپریای ابرقدرت سفربر نمایند. گرچند به دست آوردن قدرت پوره دولتداری به آنها میسر نشده باشد هم والیان باختر در قسمت شرقی قلمرو هخامنشیان چون حاکمان مطلق عمل می‌کردند. شاهان هخامنشی در حل مسئله‌های اداره‌کنی، قنوچین انداز، فرونشانیدن آشوب‌ها، تردد جنگ و لشکرکشی‌ها محض به والی باختر و اشرافزاده‌های محلی تکیه می‌کردند. اسب‌های جنگی باختری، لوازمات حربی، افزارهای قله لشکر سواره، جنگاوران دلیر و صفشکن باختری و سکایی‌های پرخاشجوی ورزیده در کشورکشایی‌ها و گسترش امپریای هخامنشیان حصه ارزنده گذاشتند. به قول باباجان غفوروف بسیار جنگاوران ماهر و کارآزموده در قشون هخامنشی‌ها از آسیای میانه بودند. مثلا در جنگ یونان، در محاربه مارافون، در قطار اسکران پیاده‌گرد هخامنشیان سربازان سواره سکایی هم شرکت نموده جنگاوران دسته مرکزی افینی‌ها را به عقب نشینی مجبور کردند. سکایی‌ها همچنین در محاربه‌های نزد پلاتی و فرماپیل مردانگی و جسارت فوق‌العاده نشان دادند. سرلشکر آنها مردانی به صف قشون یک کچین خود که به مقصد فتح کردن یونان گرد آورده بود در قطار نمایندگان از سلاله هخامنشی‌ها و میدی‌ها، باختری‌ها و سکایی‌ها را نیز داخل نمود. جنگاوران سکایی در هیئت قشون‌های کشتیگرد در محاربه اشتراک می‌کردند. آنها را در صف قشون‌های مصر هم دیدن ممکن بود. صفحه‌های سفالی را که در آنها سربازان سکایی کلاه بر سر تصویر یافتند از مصر تا آسیای میانه در همه شهرهای دولت هخامنشی میتوان پیدا کرد. فاجعه‌نگار بزرگ یونانی اسخیل از باختری‌های یاد میکند که در محاربه سلامین جان باختند. او از زبان مادر خشیارشاه اتاسا نام پیشوای جنگاوران باختری تگانور و سپس ارتم را آورده است که به 30,000 جنگاوران سواره سروری می‌کردند. واقعاً باختر هنگام هجوم اجنبیان تکیهگاه همیشگی دولت هخامنشیان به شمار می‌رفت. بیهوده نیست که دارای سه هنگام از جانب اسکندر مقدونی پی در پی شکست خوردنش آخرین امید خود را به باختر و سوخت بسته رو به این سرزمین آورده بود، ولی او هنگام فرار کردنش در راه کشته شد و والی باختر بس که او نیز از اولادان دارای سه بود با اجنبیان مقاومت جدی نشان داده نتوانست. اما سپیتامن و صدها جوانمردان باختری و سغدی پرچم آزادی و استقلال خواهی را افراشته با اجنبیان مقابلت سخت نشان دادند. عاقبت اسکندر مقدونی سیاست صلحجویانه
ва ба даст овардани дили ашрофони бохтариро пеш гирифта, ба Рухшона духтари Оксиард ном шахси бонуфузи бохтарӣ хонадор шуд. ӯ мехост бо роҳи никоҳи дутарафа мавқеу мартабаи худро дар сарзамини бохтару суғд устувор намояд. саҳифаи тоҷикон дар оинаи таърих дар мавзӯи бохтару суғд гаҳвораи нахуст давлати тоҷикон идома дорад.